السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، دوستان، یاران و آن کسایی که ارتباط با ما دارید، فرصتی آن فرا رسیده است که در هر یک لحظه زندگی، در هر یک لحظه که خداوند برای ما تن صحت و زندگی شایسته داده است، هر آن چیزی را که می‌دانیم برای دیگران بفهمانیم. امروز اراده کردیم، نیت کردیم که برای شما چند از اون مفهوم هایی که درباره این ماه مبارک رمضان بیان شده اند آنها را برای شما بفهمانیم. یعنی موضوع امروزه تحت عنوان روزه خاصیتی دارد که در دیگر عبادت ها نیست. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین گفت: حق تعالی میفرماید که تمام اعمال آدمیزاد برای خودش است و جز روزه که آن فقط برای من است. روزه خاصیتی ممتاز دارد که در باقیه عبادت ها نیست و آن خاصیت این است که از نظر ظاهر کسی بجز خدا نمیداند که بنده روزه‌دار است یا نه. ممکن است که شخص ظاهرا خود را نزد دیگران روزه‌دار گیرد و در پنهانی خورد. کسی روزه را مکمل انجام می‌دهد که عشق به خدا یا خوف از خدا داشته باشد. یعنی روزه یک نوع امتحان وجدان و اراده است. با گرفتن روزه اراده بنده مستحکم می شود. مثلا در نزدش انواع گوناگون خوراکی و نوشاکی هست، نفر نیست که او را بپاید، اما روزه‌دار در دل یقین حاصل می کند که خداوند وی را دیده ایستاده است. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. یعنی خدا را اونگونه عبادت کن، خدا را اونگونه عبادت کن که خدا را می‌بینی. پس بدان اگرچه که تو خدا را نبینی، هر آینه خدا تو را چیکار میکند؟ می‌بیند. در یک حدیث قدسی آمده است که خدای متعال می‌فرمایند: الصوم لی و انا اجزی به. یعنی روزه برای من است و مکافات او را نیز من می‌دهم. یکی از علما می‌فرمایند که خداوند متعال را فرشته است که به عدد ستاره های آسمان چشمها دارد. آن فرشته را فرمان باشد آنچه از ابتدای عالم تا انتهای عالم آفریدم حساب کن. در زمان آن فرشته شمار میکند، یعنی می حسابد. فرمان می شود که ثواب روزه‌داران ماه رمضان را نیز حساب کن. چند هزار سال آن فرشته شمار میکند، یعنی می حسابد، نمیتواند که حتی ثواب یک روزه را هم بحسابد. آنگاه فرشته میگوید: الها، پروردگارا، ثواب روزه‌داران را به کرم خود اضافت کرده، من نتوانستم که آن را بشمارم. ببینید که در صورت پاک روزه گرفتن بنده چقدر صاحب ثوابی به شمار میگردد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: حق تعالی به این سبب روزه را مربوط به خود گفته است که بنده همه چیز را به خاطر او ترک میکند. یعنی خداوند زمانی بود به ملائکه ها گفت: اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه خود را می آفرم. ملائکه ها چی گفتند؟
قالوا اتجعل فيها من یفسد فيها و یسفک الدماء. پروردگارا کسی را می آفری که در زمین را فساد می کند و خونریزی های زیادی را با وجود می آورد. و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اینی اعلم ما لا تعلمون. و خود میدانی که ما همه زمان برای تو تسبیح میگوییم، همه زمان و همه وقت بر فرمان تو قائم هستیم. خداوند گفت ای ملائکه ها، آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. پس زمانی که انسان روزه میگیرد خداوند بی نهایت خوشحال می شود و با ملائکه ها چی میگوید؟ انظروا الی عبدی ترک شهوته و لمسته و طعامه و شرابه من اجلی و انا اجزی به والحسنة بعشرة الامثالها. خداوند میگوید ای فرشته ها بنگرید به سوی بنده ای من، نگاه کنید بنده ای مرا. ترک شهوته، شهوتش را به خاطر من ترک کرد، لمستش را به خاطر من ترک کرد، طعام خوردنش را به خاطر من ترک کرد، نوشیدنش را به خاطر من ترک کرد. پس این به خاطر من است همه این چیز. و انا اجزی به، و من جزای این بنده ام را خودم میدهم، مکافات این بنده ام را خودم میدهم. والحسنة بعشرة الامثالها، یعنی یک کاری نیک کند بنده ای من، اون را برابر به 10 کاری نیک میکنم. بینید عظمت و بزرگی این ماهی مبارک رمضان را، بینید عظمت و بزرگی که خداوند برای بندهش عطا فرموده است. ماهی نزول قرآن است. رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. آغاز هفته آینده بر روز اولی ماه شریف رمضان راست می آید. رمضان ماهی است پر از فضیلت و خداوند آن را خاص امتان محمد صلی الله علیه و سلم گردانیده است. از این رو در عرفه فرارسی این ماه مبارک چندی از فضیلت‌های آن را یادآور می‌شویم. خداوند در سوره بقره می‌فرماید شهر رمضان الذی فیه انزل القرآن. ماه رمضان ماهی است که نازل کرده شده است در آن قرآن کریم، یعنی قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است. طبق روایت نه تنها قرآن بلکه اکثر صفحه و کتب آسمانی دیگر نیز در ماه رمضان نازل شده اند. چنانچه صفحه های حضرت ابراهیم علیه السلام در شب اول رمضان و تورات به حضرت موسی علیه السلام در ششم ماه رمضان نازل شده است که فاصله بین نازل شدن ابراهیم علیه السلام و تورات موسی علیه السلام 7. زبور داوود علیه السلام در شب 19 رمضان نازل شده است. فاصله میان تورات و زبور 500 سال بود. انجیل عیسی علیه السلام در شب 12 یا 13 رمضان نازل شده است. فاصله بین نازل شوی زبور و انجیل 1100 سال بود. طور در سوره قدر آمده است خداوند قرآن را در لیلة القدر نازل کرده است. از این رو تلاوت قرآن در ماه شریف رمضان ثواب بیشتری دارد. در یواقیت الاعمال مولانا اجمیرشاه نقشبندی آمده است که حضرت جبرائیل علیه السلام هر سال تمام قرآن شریف را بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در همین ماه تلاوت کردند. در بعض روایت ها آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تلاوت میکردند و حضرت جبرائیل علیه السلام استماع یعنی گوش میدادند. علما با این روایت تکیه نموده
ختم قرآن را در رمضان مستحب شمردند. و گرفتن ماه مبارک رمضان بی نهایت ثواب و درجه زیادی دارد و دروازه مخصوص جنت برای روزداران گشاده می گردد. حضرت سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند جنت 8 دروازه دارد که یکی از آن را ریان می گویند. از این دروازه تنها روزداران داخل می شوند. ان فی الجنة باب یقال له ریان، یعنی در جنت بابی است، دروازه است که آن را ریان می نامند. در اونجا تنها روزداران داخل می شوند. نقل است که آتش پرست پسر خود را بنابر در ماه شریف رمضان در حضور مسلمانان طعام داد. تنبیه کرده گفت چرا احترام ماه رمضان مسلمانان را نمی کنی؟ یعنی چرا در نزد مسلمان ها طعام می خوری؟ چرا در نزد اون کسانی که روزه دارند طعام می خوری؟ همان هفته بود که آتش پرست وفات کرد. عالم خواب دید که آن آتش پرست در جنت سیر کرده ایستاده است. عالم پرسید آیا تو مجوسی آتش پرست نبودی؟ او گفت بله، قبلا آتش پرست بودم، اما وقتی مرگم نزدیک آمد خدای تعالی به خاطر احترام رمضان مرا توفیق داد که به ایمان مشرف شوم و از دنیا با ایمان رحلت کنم. این بود چند از مفهومی که درباره ماه مبارک رمضان بیان کردیم و در آخر همین را خواهان هستم که الله مهربان در هر گوشه و کنار دنیا که باشیم برای ما تن صحت عطا بگرداند و ما را یک لحظه به اختیار خود نگذارد، دائما در تحت نظارت خیش قرار بدهد و وقتی که مرگمان فرا می رسد پروردگار ما را با کلمه شریف شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله از دنیا برد و مقام بهترین جنت که جنت الفردوس است برای ما و شما نصیب بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.